رمزون قدرت خدا بیشتر است یا من؟ قربان یقینا خدا. 2 زندانی بیاورید، یکی را بکشید، یکی را آزاد کنید و 3000 سکه طلا بدهیدش. بی انصاف ترین و ظالم ترین شخص را رئیس عدلیه بگذارید، یک قاتل روانی را پزشک بگذارید و یک دزد را رئیس خزانه. حال رمزون قدرت خدا بیشتر است یا من؟ قربان خدا میخواست آن زندانی آزاد شود و پول بگیرد و خدا میخواست آن شخص ظالم رئیس عدلیه شود و آن قاتل و دزد هم همینطور. برای همین است این فکر را در ذهن شما انداخت. رمزون چه خدای ظالمی، تا آن دزد بخواهد سیر شود و تا آن قاتل بخواهد دست از کارش بکشد و تا آن ظالم به انصاف برسد. چه انسانهایی این وسط زندگیشان را از دست میدهند. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا.